مرکز جمهوری زلزله‌نگاری وزارت حالت‌های فوق‌العاده ازبکستان خبر داد که روز 19 اپریل سال 2023 ساعت 13:57 به وقت دوشنبه در قلمرو تاجیکستان باز یک زمین لرزه رخ داده است. بنا به این منبع مرکز زمین لرزه در حدود ناحیه مرغوب در شرق ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد کول سریز و مرز تاجیکستان و چین جایگیر شده. زمین در عمق 80 کیلومتر با شدت 3.8 بال طبق جدول ریختر لرزیده است. مرکزهای بین المللی زلزله‌نگاری و مرکز زلزله‌نگاری اکادمی ملی علوم تاجیکستان هنوز درباره این زمین لرزه خبری ندادند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان نیز تاکنون درباره کدام خسارات یا تلفات بر اثر این آفت طبیعی گزارش نداده است. یادآور می‌شویم امکی 2 روز قبل صبح بر وقت 7 اپریل در مرغوب یک زمین لرزه اقتدارش 4.1 بال رخ داده بود. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.